دختری که قربانی عشق بین دو دوست صمیمی شد. اسکایلر نیز متولد 10 فوریه 1996 یه خانواده خیلی معمولی و نرمالی داشت. عاشق موسیقی و مطالعه کردن بود و توی مدرسه هم خیلی فعال بود. بعد از اینکه مدرسه‌ش هم تموم شد توی یه فست فود به صورت نیمه وقت کار میکرد. کلا تو شبکه‌های اجتماعی فعال بود، خانواده خوبی داشت و زندگی خیلی معمولی و نرمالی داشت. اسکایلر 2 تا دوست صمیمی داشت که کلا همیشه با هم دیگه بودن، یعنی همه بهشون میگفتن دوستای جدا نشدنی. اسکایلر با یکیشون از کودکی دوست بود، شیلا ادی. شیلا متولد 25 سپتامبر 1995 بود. پدر مادرش طلاق گرفته بودن و از همدیگه جدا زندگی می‌کردن. ریچل شواف متولد 10 جون 1996 اونم تک فرزند بود. پدر مادرش از همدیگه جدا شده بودن و یه خانواده نسبتا معمولی و نرمالی داشت، فقط اینکه از همدیگه جدا شده بودن. کلا دختر سرزنده‌ای بود و دختر خوبی بود. اسکایلر و شیلا که از بچگی با همدیگه دوست بودن داخل مدرسه کلا همیشه با همدیگه بودن. بعدش ریچل داخل مدرسه میاد و میبینن که خیلی تایپشون شبیه همه، با اونم صمیمی میشن و کلا تبدیل میشن به 3 تا دوست خیلی خوب. همه کارشون با همدیگه بوده، همه جا با همدیگه میرفتن و یه رابطه خیلی خوب و خفن داشتن. جوری بوده که تو مدرسه همه بهشون حسادت میکردن. اسکایلر خیلی دختر معتادی بود، کلا بدون برنامه‌ریزی زندگی نمیکرد و خیلی همش به فکر زندگیش بود. ولی ریچل و شیلا اصلا اینطوری نبودن، کلا فی‌البداهه زندگی میکردن و هر چیزی که پیش میومد واسهشون میگفتن خب مهم نیست، میگذره دیگه. ولی اسکایلر خیلی، یعنی میشه گفت که تنها شخصی بوده تو گروهشون که خیلی فکر میکرده. اسکایلر همیشه تو مواقع ضروری بهترین تصمیما رو میگرفت و کلا گروه کنترل میکرد که به سمت بدی نره. ولی شیلا رئیس گروه بود، کلا خیلی محبوب بود و توی مدرسه همه دوست داشتن پیشش برن. کلا یه جوری باهاش رفتار میکردن انگار که اون یه سلبریتی معروفه و همش دنبالش بودن که باهاش دوست باشن و حرف بزنن. ریچل کلا دختری بود که توی خانواده خیلی مذهبی بزرگ شده بود و کلا به دین و این چیزا خیلی اهمیت میداد. در مقابل اینا اسکایلر کلا خنثی بود، یعنی نه مثل ریچل بود نه مثل شیلا کلا محبوب و دوست داشتنی بود. یه عضو خیلی خنثی بود و کلا مثلا معمولی بودش، اونجوری نبود که همه دوستش داشته باشن و دنبالش باشن. رفته رفته رابطه این 3 نفر هرچی که میگذشت کمی بدتر و بدتر میشد. اینجوری بود که شیلا و ریچل کلا علایقشون مثل هم بود، هر دوشون از لحاظ جنسی فعال بودن، دوست پسر داشتن، مهمونی میرفتن. ولی اسکایلر کلا علاقه به این چیزا نداشت، یعنی علاقه نداشت که دوست پسر داشته باشه و داخل رابطه‌های جنسی بیاره. میگفتش که هنوز واسه این کار آماده نیستم، به نظرم سنم واسه این کارا آماده نیستش. و ریچل و شیلا با همدیگه میرفتن مهمونی، حتی بعد از یه مدت دیگه اصلا به اسکایلر نمیگفتن، اصلا اونو خبر نمیکردن، خودشون دوتایی با همدیگه میرفتن و تمام صحبتاشون راجع به دوست پسراشون بود و رفته رفته اسکایلر از گروه کم رنگتر و کم رنگتر شد. اسکایلر به مرور زمان داخل گروه احساس اضافی بودن میکرد، احساس میکرد که اصلا متعلق دیگه به دوستاش نیستش و اونا هم همش با همدیگه لباساشون رو ست میکردن، توی مدرسه با همدیگه پچ پچ میکردن، مهمونی‌های شبونه میرفتن و کلا اسکایلر رو خبر نمیکردن و این یه حس خیلی بد بود که بهش منتقل میشد. بچه‌ها امیدوارم هیچ وقت همچین حسی نداشته باشید، ولی واقعا حس خیلی بدیه. یه شبی که هر ستاشون با همدیگه پیش هم بودن، ریچل و شیلا همدیگه رو بوسیدن و اسکایلر از اونها یه عکس گرفت. بعدم به شوخی برای چند تا از دوستاش تعریف کرد. شیلا خیلی از این کارش عصبانی شد، خیلی با اسکایلر دعوا کرد و گفت چرا این کارو کردی، انگار که واسش خیلی موضوع مهمی بود و دوست نداشت بقیه بفهمن. بعد از این قضیه رابطهشون بدتر از قبل شد و کلا دیگه اصلا حتی تو مدرسه با اسکایلر حرفم نمیزدن و اصلا بهش محل نمیذاشتن. اسکایلر یه توییت گذاشت و نوشته بود که دلیل اینکه هیچ وقت بهتون کاملا اعتماد نمیکنم همینه، به خاطر همین مسخره بازیایی که همیشه در میاری. دوستی بینشون کاملا نابود شده بود و هر روز بیشتر از روز قبل دل همدیگه رو میشکستن و با همدیگه دعوا میکردن. شب 5 جولای 2012 اسکایلر مثل همیشه از محل کارش برمیگرده و به پدر مادرش شب بخیر میگه خیلی خستم و باید برم بخوابم. میره
داخل اتاقش بخوابه. فرداش هم مثل همیشه روز معمولی بوده. پدر مادرش بلند میشن و سر کارشون رو میرن و اصلا چیزی مثلا روی روز غیر عادی براشون نبوده، واسه همین متوجه نبوده دخترشون نمیشن. بعدش از محل کار اسکایلر با پدر مادرش تماس میگیرن و میگن که اون نیومده و پدر مادرش خیلی تعجب میکنن. اصلا اسکایلر دختری نبوده که به محل کارش نره و بدون دلیل بمونه خونه. یه کمی عصبانی میشن و میخوان بیان خونه دخترشون رو نصیحت کنن و بهش بگن که چرا این کار رو انجام داده، با اینکه میدونن کلا یه همچین شخصیتی نیست، خیلی دختر مسئولیت پذیری هستش. وقتی که خونه میان پدر مادرش هر چی صداش میکنن تا باهاش صحبت کنن میبینه که جواب نمیده. میرن داخل اتاق دخترشون و متوجه میشن که یه چهارپایه جلوی پنجره اتاقش هست، پرده کنار رفته و پنجره بازه. میفهمن که اون شب رفته بیرون. این عصبانیت خانواده‌شو بیشتر میکنه و فوراً به پلیس اطلاع میدن که دخترشون گم شده. پلیس یواش یواش شروع میکنه به جمع‌آوری اطلاعات و به سراغ شیلا و ریچل میره، طبیعتاً چون که اونا دوستای صمیمیش بودن. شیلا میگه که ما قرار بود با همدیگه بریم یه دوری بزنیم، با همدیگه یه ماریجوانا بکشیم. ساعت 12 شب بود، اومدیم دنبال اسکایلر، اون از پنجره اتاقش اومد بیرون. یک ساعتی با همدیگه توی شهر چرخیدیم و با همدیگه یکم ماریجوانا کشیدیم، سر کوچه پیادش کردیم چون که نمیخواست پدر مادر صدای اتومبیل من بشنون و بیدار بشن و بفهمن دخترشون بیرون رفته. دیگه بعد از اون ازش خبری نداریم. پلیس خیلی با این دو دختر صحبت کرد، خیلی باهاشون حرف زد، ولی هر دوشون دقیقاً حرفاشون عین هم بود و مو به مو حرف میزدن. حتی تو بازجویی‌های مختلف هم که میشدن کلا حرفاشون تغییر نمیکرد. حتی یعنی آدمایی که واقعاً بیگناه هم هستن یه وقتایی قاطی میکنن و یه سری جزئیات ریزو یادشون میره، ولی این دو نفر مشخص بود از قبل با هم دیگه هماهنگ کرده بودن و کلمه به کلمه رو مثل هم میگفتن و حتی یک کلمه هم از بازجویی دفعه قبلشون اشتباه نمیگفتن. این واسه پلیس خیلی مشکوک بود ولی مدرکی نداشتن. بعد از این حرف شیلا و ریچل پلیس دوربین مداربسته رو چک میکنه و متوجه میشه که ساعت 12:30 شب اسکایلر از پنجره اتاقش میاد پایین، سوار یه ماشین میشه و ساعت 12:35 این ماشین حرکت میکنه و دیگه هیچ خبری از برگشتنش نیست، فقط رفتنش. بعد از این قضیه ریچل به مدت 2 هفته به یه کمپ تابستونی مذهبی میره و بعدش هم به تعطیلات تابستونی میره، تا پایان تابستون اصلا برنمیگرده. ولی شیلا توی این مدت کمک پدر مادر اسکایلر میکرده، یه سری پوسترها رو از اسکایلر توی شهر میچسبونده و توی سری همایش‌ها شرکت میکرده واسه پیدا شدن اسکایلر. تابستون تموم شده، مدرسه ها باز شدن و هیچ خبری از اسکایلر نیست. هر کسی یه شایعه‌ای میسازه. یه سری از بچه‌ها میگفتن که احتمالاً فرار کرده و یه سری از بچه‌های دیگه میگفتن احتمالاً با دوستاش رفته یه جایی مواد کشیده، اووردوز کرده و مرده. دوستاش هم از ترسش حتما جنازه‌شو انداختن یه گوشه‌ای که واسهشون دردسر نشه. بعد از شایعاتی که پخش شده بود پلیس تصمیم میگیره که یه بار دیگه با ریچل و شیلا مصاحبه کنه، یعنی بازجویی کنه و علاوه بر این که اونا دوستای صمیمیش بودن و واقعا شاید این شایعه واقعیت داشت، اونا آخرین نفرایی بودن که اسکایلر رو دیده بودن. واسه همین دوباره باهاشون صحبت میکنه و شیلا که کلا خیلی با اعتماد به نفس جواب میداده و هیچ ترسی نداشته، ولی ریچل یه کمی عصبی به نظر میرسیده و استرس داشته، ولی حرفاشون مثل همون حرفایی بوده که دفعات قبل جواب دادن و مو به مو همون حرفا رو میزنن. 3 ماه دیگه هم گذشت و هیچ خبری از اسکایلر نبود. کلا 6 ماه بود که اسکایلر گم شده بود و هیچ سرنخی ازش نبود. ریچل و شیلا هم مثل سابق داشتن زندگیشون رو میکردن، کلا 2 دوست صمیمی‌تر از قبل شده بودن و خیلی راحت داشتن به زندگیشون ادامه میدادن، انگار نه انگار که یه زمانی اسکایلر هم وجود داشته. ولی ریچل یه کمی توی مدرسه مضطرب بوده و خیلی هم سعی میکرده این رفتارش رو نشون نده، ولی همه متوجه میشدن که اون مضطربه و انگار از یه موضوعی میترسه. در ماه دسامبر مادر ریچل با 911 تماس میگیره و میگه که دخترش اصلا حالش خوب نیست و به کمک احتیاج داره. توی صدایی که ضبط شده صدای داد و هوا، صدای شکستن وسیله هست که انگار واقعا ریچل خیلی حالش بده و مادرش گفته اون ممکنه به خودش یا اطرافیانش آسیب برسونه و درخواست کمک میکنه.
اورژانس ریچل رو برد و به مدت 1 هفته در بیمارستان روانی بستری شد. در این مدت ریچل و شیلا اصلا با همدیگه ارتباطی نداشتن و اصلا همدیگه رو ندیده بودن. در 3 ژانویه 2012 ریچل درخواست میده که با یه وکیل صحبت کنه و میگه که میخوام اعتراف کنم. مثل اینکه ریچل چون توی خانواده مذهبی بزرگ شده بود و کلا زندگیش بر پایه دین میگذشت، اصلا نمیتونست مثلا این قضیه رو قبول کنه، این اتفاقی که افتاده بود رو قبول کنه. مثلا میگه عذاب وجدان گرفته بود و کم کم واسش تبدیل شده بود به یه مشکل روانی. واسه همین میاد و میگه که میخوام اعتراف کنم. به وکیلش میگه ما چند ماهی نقشه قتل دوستمون رو کشیده بودیم و تو تاریخ 5 جولای تصمیم گرفتیم که اونو عملی کنیم. سراغ اسکایلر اومدیم، توی منطقه جنگلی بردیمش و وقتی که داخل منطقه جنگلی بودن شیلا بهش میگه که برو از صندوق عقب فندکو بیار. همین که اسکایلر پیاده میشه این 2 نفرم پشت سرش پیاده میشن و هر کدومشون تو دستشون یه چاقو بوده. با هم دیگه میگن انگار که خیلی مثلا کار خیلی خفنی داشتن میکردن از نظرشون. با هم دیگه میگن 1 2 3 و شروع میکنن به ضربه زدن. هر دو شروع میکنن تون به بدن اسکایلر ضربه زدن. اسکایلر سعی میکنه مقاومت کنه و یکی از ضربه های ریچل رو دفع میکنه و اون ضربه به روی رون پای ریچل میخوره و اون پاش تا یه مدتی کلا زخم بوده و به خاطر ضربه چاقویی بوده که از دست خودش خورده بوده. بعد از اون یه مقداری اسکایلر جلوتر میره، یه چند قدمی راه میره و سعی میکنه فرار کنه ولی دیگه جونی تو بدنش نبوده، همونجا میفته. اونا از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن که یه چاله بکنن، یه قبر بکنن و جسد اسکایلر رو اونجا بندازن، ولی اونجا خاکش خیلی سفت بوده، نتونستن اون قبر رو بکنن. واسه همین جسدش رو زیر یه درخت گذاشتن و با آشغال و چوب و سنگ و این چیزا کلا روشو پوشوندن. اون با پلیسا دقیقاً رفت جایی که قتل رو انجام دادن و جسد رو نشونه پلیس. جسد در 48 کیلومتری خونه‌شون بود. بعد از اینکه پلیس از ریچل پرسیده بود انگیزتون بابت این قتل چی بود، گفت بود فقط دیگه ازش خوشمون نمیومد. طبق گفته ریچل آخرین حرف اسکایلر به سمت 2 دوستش این بوده که چرا. چند هفته از اعترافات ریچل میگذشت و اون اصلا با دوست شیلا در ارتباط نبود توی مدت. پلیس بهش میگه که باید یه جوری مدرک بیاره که ثابت بشه که شیلا هم داخل این قضیه دست داشته، چون طبیعتا اون با اون اعتماد به نفسی که داشته گردن نمیگیره. پلیس یه میکروفون به لباس ریچل میبنده و اونو پیش شیلا میفرسته. ریچل سعی میکنه که یه کمی راجع به قتل باهاش صحبت کنه و ازش اعتراف بگیره، ولی شیلا مدام حرفو عوض میکرده و اصلا راجع به این قضیه صحبت نمیکرده. واسه همین این قضیه کلا بی اثر بوده. بعد از این قضیه پلیس میاد ماشین شیلا رو میگرده و قطرات خونی که از اسکایلر بوده رو پیدا میکنن و متوجه میشن که این قضیه حقیقت داشته. واقعا پلیس شوکه شده بوده. پلیس به خودش فکر میکرده که نهایتا این 2 نفر دیده باشن که دوستشون اووردوز کرده و از ترسشون یه جا انداختنش، نه اینکه خودشون چندین ماه نقشه قتلشو بکشن بعدم بکشنش. شیلا بعد از اینکه میفهمه همه فهمیدن که اسکایلر مرده یه توییت میذاره و نوشته بوده که آروم بخواب اسکایلر عزیزم، خیلی دلم برات تنگ شده، ما قطعا بهترین دوستای هم دیگه بود. یه توییت دیگه هم میذاره که مینویسه ما واقعا سر 3 ثانیه شروع کردیم. فکر میکنم منظورش به همین بوده که بعد از اینکه 1 2 3 گفتن شروع کردن و چاقو زدن به اسکایلر. ریچل در دادگاه قتل رو پذیرفت و حکم قتل درجه 2 رو گرفت و به 30 سال حبس با امکان 15 سال آزادی مشروط رو گرفت. شیلا کلا قتل رو نپذیرفت ولی خب تمامی مدارک بر علیهش بودن. دادگاه بهش حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 15 سال رو دادن. اون به قتل درجه اول محکوم شد. چون هر دوشون در زمان دادگاهی بالای 18 سال بودن به زندان بزرگسالا رفتن. الان هم همچنان داخل زندان هستن، 28 ساله و 27 ساله. یه فیلم از پرونده اسکایلر ساختن که پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش، محصول 2004. پدر اسکایلر بعداً توی یه مصاحبه گفتش که فقط میتونم بگم دوستاتون رو درست انتخاب کنین. دوستای دختر من از پشت بهش خنجر زدن. هم کلاسیاشون بعدن گفتن که شنیده بودن که ریچل و شیلا در مورد یه قتل صحبت میکنن ولی خب متوجه نشده بودن که این قضیه واقعیه یا نه و فقط فکر میکردن اونا دارن شوخی میکنن. ریچل در طول محاکمیت ابراز پشیمونی کرد و از خانواده اسکایلر معذرت خواهی کرد و در نهایت گفت که انگیزه قتلشون این بوده که بین ریچل و شیلا یه رابطه عاشقانه بوده و نمیخواستن که اسکایلر از این قضیه باخبر شه، مدام واسه رابطهشون دردسر میشده.
شیلا در سال 2013 به گناه خودش اعتراف کرد و حکمش از حبس ابد به 30 سال تغییر یافت با امکان آزادی مشروط بعد از 10 سال. البته میگن که ریچل تو زندان ازدواج کرده، مشخص نیست واقعی باشه یا نه، ولی خب من یه سری عکس‌ها دیدم که حالا واسهتون میذارم. خلاص اینکه مواظب باشید با چه آدمایی دوستی میکنید. واقعا آدما اون شکلی نیستن که شما فکر میکنید. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. فعلا خداحافظ.